برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام عرض میکنم به یک و یک شما بینندگان عزیز و محترم ما. در برنامه تحلیلی دیدگاه امروز درباره وزیران و فیلمسازان تبلیغگری همجنسگرایی و بدنام کنندگان ملت صحبت میکنیم. چند نفر مسئولین حکومت تاجیکستان از چند شهروندان همسایه کشور افغان خواهش کرده اند تا بگویند که به ناموس تاجیک دست درازی کرده اند. هفته گذشته تلویزیون دولتی تاجیکستان اصلی ترین شبکه کشور فیلمی را که سازندگانش و خود شبکه اول آن را حجتی نامیده‌اند به نمایش گذاشت. حجتی، فیلمی که داغ ننگ دیگری به پیشانی حکومت کشور اصلا تمام ملت زد و چهره اصلی طراحان و مؤلفان و سازندگان آن را نشان داد. آنهایی که تا این دم مردان تاجیک را به جهانیان تروریست و زنانش را فاحشه معرفی می‌کردند، اکنون می‌خواهند از مردان ملت لیواته‌باز و گی سازند. 5 روز صبر کردم تا آتش غضب و احساسات فرو نشیند، تا حرف بد نگفته باشم، اما برابر شروع کردن از اولین جمله برایم معلوم شد که بدون غضب و احساسات و دشنام و لعن به این خائنان که ملت سربلند و غیوری را به حقیر و شکسته و موضوع لطیفه های دیگران تبدیل دادند نمی شود پاسخ گفت به آرامی. این فیلم حجتی که بی‌شرفی نام دارد و قسم هفتمی سلسله فیلم خیانت گفته می شود، حجت بی‌ناموسی و خدا بخبری، بی‌شرفی و حقیری طراحان و مؤلفان و سازندگانش به نمایش نگذاشته است. این فیلم طبق اطلاع منابع ما با دستوری دستگاه ریاست جمهوری، دقیقاً شخص آزاده رحمان و مؤلفه و کمیته دولتی امنیتی ملی و شخص سیمومین یتیموف از جانب مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نوار برداری شده است. اصلا فیلم کجا فیلم است؟ این فیلم نامیدن آن جای خجالت است و در مؤسسه تاجیک فیلم ساخته شدنش تحقیر است، هم به تاجیک و هم به فیلم. دروغ، تهمت و ساختکاری از اولین دقیقه های این فیلم حتی برای غیر متخصصان عیان است، چی رسد به آنهایی که از استانداردهای فیلمسازی به خصوص فیلم حجتی آگاه هستند. فیلمی که با اصول فیلمسازی سالهای 60 شوروی اما خیلی ناعهده برایانه و غیر کسبی ساخته شده است. ای نابخردان، ای نابکاران، فکر کردید کسی به این باور کرده است؟ یک حرفی راست ندارد، یک حرف، کلمه گوجا، جمله گوجا، یک حرفی راست ندارد و کاملا روشن است بیشتری آنهایی که در فیلم حرف میزنند حرفهایشان را زیر فشار گفتند و خودشان خجالت میکشند. ایده هم گپشان به ما رسید که خبر نداشتند به کجا سخنرانی میکنند. سوال دادند، به سوال پاسخ دادند، گرفتند رفتند. نمیدانند که به یک فیلم مسخره آنها نظر دادند. ایده هم گپشان به ما رسید. کمیته دولتی امنیتی ملی در بخش‌های قبلی فیلم شرم‌آورش محمد اقبال صدرالدین را بدون ارائه کمترین دلیل قلاب معرفی کرده بود، پولدوست. اما محمد اقبال صدرالدین برعکس با آوردن حجت دلایل‌های زیاد اتهام مقامات را به خاک نشاند. اکنون در این فیلم همان اتهامات قبلشان را تکرار میکنند و چند سفله را آوردند که بگویند محمد اقبال پولها را از کجا یافت و این خانه ها را ساخت. این نابکاران خانه پدر و برادران محمد اقبال صدرالدین را به نوار میگیرند، به نمایش میگذارند و همه این خانه ها را به او نسبت میدهند.
تا به ذهن بیننده تاثیر گذارند. یکی از آنها که خود را معلم و همسایه محمد اقبال معرفی میکند، میگوید که من 20 و چند سال در اداره دولتی مکتب کار کردم و یک خانه 3 حجرگی دارم. او از کجا پول یافته خانه 2 آشیانه ساخته است؟ گپ را بینید. کسانی که این فیلم را تماشا کردید، با دقت این حرف ها را تحلیل کردید، این گفته ها را. اصلا جای تعجب خانه 3 حجرگی داشتن همین معلم است. آیا به ما خانه که این معلم میگیرد خانه خریده میتواند؟ خانه خریدن آن طرف است، درست سیر کردن شکم فرزندانش غیر امکان است. با ماهانه معلمی که میگیرد. ببینید تماشاگران گرامی، آنهایی که همین سناریو را برای همین فیلم مسخره می نوشتند و برآمده این معلم را آماده میکردند، همسایه محمد اقبال را، میبایست اندیشه میکردند که بیننده وقت این دعواها را میبیند، در حال این سوال در ذهنش پیدا میشود که هزارها منصبدار که کم بیشتر از آن معلم ماهانه میگیرند، هر کدام چند قصر و کشک را از کدام حساب ساختند. حالا خانه محمد اقبال را سوال میگذارند، این منصبداران گرد و اطراف همه اون قصر و کشک ها را از کدام حساب ساختند؟ چرا سوال نمیشود؟ آی بیچاره معلم، چرا انا همون منصبدارانی که به سرت آمدند و به تو گفتن همین سخن را بگو، چرا با آنها تو به وجدان سوال نکردی که او قصر کشک های شما از کدام حساب است؟ خودی آزاده رحمان که حداقل 10 قصر دارد، سیمومین یتیموف که قصرهایش از آزاده کمتر نیستند و 10 ها دیگر وزیر و کبیر و رئیس با ماهانه 2500 سامانی، این همه را از کجا بنیاد کرده اند؟ وقتی درباره یک تاجر، آخر محمد اقبال سالها تاجر موفق بود، وقتی درباره یک تاجر سوال میدهید که خانه اش را از کدام حساب ساخته است، آماده باشید که همین سوال به خودتان هم برخواهد گشت. خودتان که غیر گرفتن رشوه و دزدیدن پول بودجه هیچ هنری ندارید. یک عنعنه بسیار کثیف را کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی راه انداختند که هر کسی را دلشان خواست به بچه بازی متهم میکنند، به لواطگری. دقیقا مثل اینکه برای هر فعال پرونده میسازند و تروریست معرفیش میکنند و به کشوری بدوباشش میفرستند و در این اتهام بندی آنقدر افسانه بندی کردند که دیگر هیچ کشوری به پرونده هایی که از جانب مقامات تاجیکستان ارسال می شود کمترین اهمیت قائل نیست. یا مثل ثبت جای خواب مردم و پخش این نوار در شبکه اول. از بی‌شرفی و بی‌ناموسی آنها این است که نه تنها این گونه نوارها را در شبکه‌های تلویزیونی که میلیون ها کودک از جمله کودکان خودشان تماشا میکنند پخش میکنند، بلکه با زبانهای دیگر نیز ترجمه میکنند تا همه جهان زن تاجیک را فاحشه و مردش را دیوس بداند. همین فیلم خیانتشان هم که جز خیانت فیلمسازان به مردم کشور نیست، به چند زبان ترجمه و نشر کردند. ای بیخیردان، ای بی‌ناموسان، ای بی‌شرفان. درست است، انا همین بی‌شرفی نام فیلمتان به خودتان دخل دارد. شما بی‌شرفید. البته بنابراین که این فیلم ها به کمترین استانداردهای فیلمی حجتی مطابق نیستند، هیچ کسی در جهان به آن اهمیت قائل نمی شود. تنها همینش دردآور است که مؤسسه دولتی فیلمسازی
با نام تاجیک فیلم که باید برای بالا بردن ایمیج کشور کار کند، برعکس از پول مردم تاجیک را در جهان تروریست و فاحشه و دزد معرفی میکند و فیلم های میسازد که سطحش از سطح بلاگرهای کوچکی هم پستر است. سوالی که از این همه کوشش های مقامات خودناشناس و بیناموس برمی آید این است که آیا آنها همه را به کش خود پنداشتند و میخواهند دیگران را هم چنان معرفی کنند که خودشان هستند؟ ای نابخردان، سوال را فهمیدید؟ همه را مثل خودتان فکر نکنید. حالا همین نفر را که شما گفت روزها زودید کرده ایستادید چند فیلم در دست دارد، صبر کرده ایستاده است. از چند نفر خودم واقف هستم که مصلحت پرسید همین فیلم ها را رسانه‌ای کنم چی خیلی می شود. او گنرال ها را گفتن که درست است که توی اخوال سیاسی میگیری لیکن ملت را بدنام میکنی. چند نفر همین خیلی مصلحتش دادن. مصلحت دوستان را گرفته او گنرال ها را رسانه‌ای نکرد. شما زودید کرده ایستادید که او گنرال ها را شرمنده کند. یک نه دو نه چند نفرن اونها؟ زد نباستشان زدگی. شما از این اندیشه نمی کنید؟ مردیگری را دیدید؟ همین مردی را که شما این گونه تهمت میزنید در دستش چند حجت هایی است. خودی ما واقف هستیم. برایش مصلحت دادن که غضبش را فرو نشاند. با این فیلم هایی که رسانه‌ای می شود ملت سرخم می شود. نه اینها 4 افغان را میبیارند میگویند که بگو ما تاجیک را فلان کردگیم. شرمتان باد بی ناموس ها. سازندگان فیلم کوشش کردند همه آنها را که در افغانستان یا در پاکستان تحصیل کردند لیفاتبازی مفعول به تصویر آورند. یعنی افغان ها و پاکستانی ها جوانانی تاجیک را که به این کشورها میروند تجاوز کرده و آنها را به جای زنان استفاده میکردند. مورد به همین فیلمتان شرمنده ها بی ناموس ها. هیچ دیگر ملت را سرخم کردن نماند، با همین را سرخم میکنید. اصلا سوال داده می شود که انا همین مسئولین کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی خودی همین عائله رئیس جمهور تاجیک است یا نیست؟ ناموس تاجیکی دارد یا نه؟ ناموس کجا شد؟ اگر شما تاجیک می بودید ناموس تاجیکانه می داشتید، از این ملت می بودید، جزء این ملت می بودید، نمی خواستید تاجیک اینقدر سرخم شود. 4 شهروند همسایه را میبری میگویی که بگو که تو ما را کرده ای. شرمتان باد. ببینید حکومت و مقامات امنیتی و عموما همه مقامات دلخواه کشور تمام کار را انجام میدهند اگر لازم شد با کشور دیگری وارد جنگ بشوند تا آبرو و حیثیت کشور خود و یکایک شهروندان آن را حفظ کنند. دستگاه اجرایی رئیس جمهور تاجیکستان با رهبری آزاده رحمان و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با رهبری گنرال بیناموس سیمومی نیتیموف باشند مردان تاجیک را معشوقه افغان و پاکستانی نمایش میدهند. من مطمئن هستم که همان 4 افغانستانی شاید گریزند پناهنده در تاجیکستان هستند، حقوقی هم ندارند. آنها را آوردند زیر فشار یا با دریافت مبلغ دروغ‌های آماده کرده کمیته دولتی امنیت ملی را در نزد نواربردار قرائت کردند. حالا
همونها هم به این نظرند که بی‌ناموزتر از مقامات تاجیکستان وجود ندارد. مقامات کمیته که برای بدنام کردن شهروندان خودش به خارجیان پول میدهد تا تهمت زنی کنند، مگر کمترین ناموس حتی در چشم بی‌ناموس مثل خودش داشته میتواند؟ بمیرید با همین بی‌ناموسیتان. نمیدونی سرت را به کجا زنی که از این همه این شرمندگی های اینها در کنار باشی، نبینی و نسوزی. این بیچاره ملت تقدیرت به دست چند بی‌ناموس افتاده است. حالا اینجا میخواهم درباره دعوای بی‌سواد بودن محمد اقبالی صدرالدین و سواد پیشوای معظمی یتیم چند حرفی گفته باشم. اینها در همین فیلمشان محمد اقبال صدرالدین را بی‌سواد گفتند. یادتان هست؟ حالا به نزدیکی نوار را محمد اقبال صدرالدین رسانه‌ای میکند، میبینید چند اکادمیکت تن داده بود که گفته بود کارهایی که محمد اقبال صدرالدین در مسئله علم فرهنگ و تاریخ با تاجیکستان کرده است هیچ یک اکادمیک نکرده است در تاریخ استقلالیت تاجیکستان. اکنون اینها میگویند که محمد اقبال صدرالدین بی‌سواد. علیه و سلم هم میگوید اذکروا محاسن موتاکم. من هنگامی که این کتاب‌ها رو ورق زدم تمام گذشتگانی که اهل قلم بودن و برای جامعه مفید و نافع بودن و فکر و اندیشه های خیلی مفید پیشنهاد کرده بودن، خوشبختانه در این کتاب خیلی زیاد به یاد آورده شده است. من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان فقط تمنای آن را دارم که این برادر عزیز و گرامی و علمی جوان که خیلی تشبس و خیلی مهنت و زحمت کشیده است در گرد آوردن این معلومات ها در این کتاب ها، از خداوند برایش بازم بردباری و سرفرازی و خداوند قدر کند و اجر دهد برای این کاری که این بسیار کاری بزرگ است. اما این کار بزرگ را هر ناتوان کردن میتواند. برای کار بزرگمرد لازم است که کار بزرگ را بزرگمرد انجام بدهد. حالا اگر فکر کنیم یک چند سال قبل هیچ نفری درباره این موضوع اندیشه نمیکرد، اما الحمدلله خدا را شکر میگویم. اشتراک قرآن میگوید ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکرانه نعمت‌ها را شما به جا بیارید، خداوند میگوید من نعمتم را می‌افزایم، زیاده میکنم، خیر و برکتم را زیاده میگردانم. اما اگر شکرانه نعمت نکردید، بسیار میگوید عذاب من دردناک است. از شکرانه تمام نعمت‌ها، شکرانه این عالم جوان، من از خداوند بسیار آرزو دارم که خداوند باز هم یعنی قوت و مهارت و قلمش رو باز براتر و واضح‌تر و روشن‌تر و مفیدتر و فایده‌ناک‌تر کند خداوند. این کاری که شده است در ادبیات تاجیک، این باید اینستیتوت زبان و ادبیات هنوز چندین سال پیش از این باید انجام بده. و تاریخ‌نامه‌های بزرگ ملی داریم که اینستیتوت تاریخ کارها باید انجام بده. متاسفانه این کارها انجام نشده. کارهای جزئی انجام شدن اما دیگر کارها انجام نشده. محمد عزیز از اینجا برخواستم. من در 10 سال اخیر نمیدونم در 20 سال اخیر بهترین تحفه که گرفتم کتابی محمد اقبال بود. من برای محمد اقبال عزیز تشکر میگویم. زنده باشد. تماشابینان عزیز، اگر این فیلم بی‌ناموسانه را دیده باشید، یکی از اتهامات دیگری که شاهدان آزاده و یتیموف به محمد اقبال صدرالدین میزنند این است که او را بی‌سواد میخوانند. میبایست قبل از زدن این اتهام بر نفری که هزاران شاگرد و پیرو دارد و ده‌ها کتاب ترجمه و تالیف کرده است، بار گریبان خودشان انیق ترش گریبان پیشوایشان را میبویدند. اقلاً با پیروی از حکمت بزرگان که خودشان در این فیلم چند اقتباس آوردند،
یک بار گریبان خودشان را میبویدند. پدر آزاده رحمان و پیشوای معظم سیمومین یتیموف که نشرمیده نزدش رکوع میکند چنان خوب تحصیل کرده است که بعد 40 سال ختم دانشگاه و 30 سال پرزیدنتی هم متن در ورق نوشته شده را با مشکل میخواند. آنقدر از دانش ملکه‌ای پرخیردی خودش میترسد که در 30 سال حکمرانیش بار حاضر نشده است با مردم گفتگو کند یا اقلا به چند سوال روزنامه‌نگار پاسخ دهد. انا سواد، انا دانش. ملکه دانش سواد محمد اقبال صدرالدین از 101 حصه‌اش در پیشوایتان نیست؟ حالا مسئله کتاب‌های نوشته پیشوایتان هم همین گونه. ببینید منطق کجاست؟ تا پیشوا شدن عقل و فراست دانش به یک مقاله نوشتن نرسیده است. همینطوره؟ همین که پیشوا می شود چند کتاب را با نامش چند چاپلوس قلم به دست می نویسند. حالا تا آنجا که خبر دارم نام چند از این با نام پیشوا کتاب نویسان را خودی محمد اقبال می داند. خبرش را رساندند. اما من حیرانم همین محمد اقبال میلش او گنرال ها چرا در این باره گپ نمی زند محمد اقبال؟ حالا خبرتون هست؟ بین همین پیشوای دانشمند و باخرت 3 روز قبل موزیک شدند. در آن طبق اطلاع دفتر مطبوعاتیش حجت های مثل عریضه داخل شوی، ورقه امتحانی، موضوع انشای داخل شوی به مؤسسه عالی تعلیمی، بلیت دانشجویی، دفترچه امتحانی، کارهای کورسی، دیپلم و فرمان ختم و غیره را جمع آوری کردند. از همه عجیبش این است که حتی گویا میز زیراکی در آن این کلان سالترین دانشجوی سالهای 80 می نشست پیدا کرده و به موزه آوردند. گویا کدام پیشبینی کرده بود که این دانشجوی بی‌سواد که در 30 سالگیش با جوانان 20 ساله درسخانه آمده است 10 سال بعد رئیس جمهور می شود و میزی درسخانه او را جای پنهان کرده بود. منطق را بینید. این در 30 سالگیش ختم کرده است، در 40 سالگیش رئیس جمهور شده است. حالا همون میز یا پرته‌ای که او درس خوانده بود بعد از 10 سال دیگر هم تا پرزیدنت شدنش ایستاده بود، از ویران و لنگار نشده. بعد از 10 سال حالا تا همین روز با چند سال دیگر یعنی 40 سال دیگر ایستاده است. پرته بعد از 10 سال گرفتید او پرته را، بعد از 20 سال گرفتید، بعد از 30 سال گرفتید. سوالی که به ذهن می آید این است که برای دستکاری کردن دفتر امتحان‌های امامعلی رحمان و از میانه به بهای اعلی تبدیل دادن بهاهایش چی کسی سم گذاشته است و بعد آن به کدام منصب صاحب شده است؟ یه شرمتان باد شرمنده ها. با فرق از همین پیشوای دوخانتان محمد اقبال صدرالدین چند دانشگاه را ختم کرده است. داننده خوبی 4 زبان است و مهمتر از این در 30 سالگیش پیشوای شما دانشگاه ختم کرده باشد محمد اقبال صدرالدین الکی 10 کتاب ترجمه و تالیف کرده بود. حالا یک سوال دارم به تمام شهروندان تاجیکستان. باوری دارم که هر یک شما در خونه‌تان کتاب‌های محمد اقبال صدرالدین را دارید. هیچ نباشد یک دونه، نباشد دو دونگی، سه دونگی کتاب‌های محمد اقبال صدرالدین را ترجمه کرده هایش را دارید. هیچ نه در یک دهه 10-12 کتاب محمد اقبال صدرالدین هست. کتاب‌های جنابتان چی؟ و دانشجوها مجبور کرده میفروشید که؟
حالا با کتاب‌های محمد اقبال صدرالدین یک بار اجازه دهید تا چاپ کرده فروخته شود؟ چاپخانه ها فرصت نمیکنن که برای به مردم تامین کردن کتاب‌های محمد اقبال را گفته روزها اثبات کنند. محمد اقبال صدرالدین هر هفته 2 ساعت با مردم در گفتگوست و به سؤالهای مردم پاسخ میگوید و وقتی او را بی‌سواد میخوانند و پیشوای دخانشان را خردمند و معظم، این سؤال پیدا می شود که سواد گفته این بیخردان هنر دزدی را در نظر داشته باشند؟ سواد گفته شما چرا میفهمید؟ یعنی کسی که مال مردم را بدزدد، مال ملت را از خود کند، او باسواد است؟ کسی که ملت را به عالمیان سرخم و زبون کوتاه کند، بعد او باسواد است؟ مثل همین سیمومین یتیموف و رمضان رحیم زاده. با کم دقت و کار بالای این فیلم آزاده رحمان و سیمومین یتیموف می شود صدها دروغ، تهمت، ساختکاری، مجبور نمودن آدمان به دادن بیانات دروغ، سوء استفاده از منصب و هاکذا را ثابت کرد. روزی البته این کار از جانب ما یا نفر دیگری انجام خواهد شد، ثابت خواهد شد. نابسته از آن با نشر این مسخره حکومت تاجیکستان بار دیگر ثابت کرد که کمترین صلاحیت رهبری به مردم را ندارد و گروه جنایی است که دولت را ضبط کرده و علیه مردم خود می جنگد. تماشاچیان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا برنامه‌های دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.